حلقه مفقوده جدی توی ما اینه که بخشیدن رو یادمون رفته، این که همدیگر رو میشه بخشید. از طرف دیگه همدیگر از جایی قضاوت میکنیم که صبوریمون به پایان رسیده. حالا من قبلش هم داشتم، حالا الان صبرم تموم شده، الان صبرم تموم شده، الان کلافم، الان اینجوری بی‌طاقت شدم. درست. اینی که از جایی که آدم صبرشون تموم میشه وارد نشیم. قبل آدم و بعد همون که و اون معدل آدمی. تو مگه میتونی آدمی رو در بست بگی که همه چیز خوبه؟ هیچ کی اینجوریه، هیچ کی اینجوری نیست. اگه یه کسی معدلش بالا 10 11 12 شد بقاپش، مراقبش باش، دستش نده. آقای صدراعلی یه چیز عالی که یادم میمونه، معدل 18 19 نگفتم، معدل 11 12 بسه مرسی. آره واقعا، یعنی چرا باید 18 19؟ خب حالا باشه، خودمون 18 19 ایم نبودیم واقعا. به خودم که نگاه میکنم همیشه این تو ذهنمه که سیاه‌نامه تر از خود کسی نمیبینم و چجوری میتونم حالا از بقیه در واقع خشم باور کن رستگار میشه کسی که اینو بفهمه. بعد یه بیت بی‌نظیری داره مولوی اینجا، من خیلی دوستش دارم، میگه که تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بل ز 100 لشکر ظفر انگیزتر.